مالیست و چکر میلمی Here to appreciate Hazara culture. Hashtag Hazara Culture Day. صدای آبین میرزا پژواک تپش دلهای هزاران عاشق و معشوق دلداده بود که در پرده‌های تاریک قراردادهای عواطف برانگیز محصور مانده بود و اغلب در زمزمه‌های پنهانی و آکنده از ترس رمزگشایی میشد. آبین میرزا اما این صدای در گلوب گیر کرده را با تارهای غیجک و زنبوره در آمیخت و از مرزهای مکان و زمان فراتر بود. آبین میرزا صدای تهدید شده و در سکوت فروخفته زنان هزاره بود که زخم قتل عام و درد و اسارت را به میراث گرفته و اندوه تاریخی ارزگان و مالستان را در سکوت زمزمه کرد. حالا باید متوجه شده باشید که میخوایم در قسمتی از برنامه چی داشته باشیم. جواد مالستانی لاله کجایی؟
لامه تاریخی و غلبه بر سیاست مبتنی بر محرومیت دولت‌های فاسد و تمامیت‌های مرکزی است. فرهنگ یافتن راه‌های دشوار برای عبور از موانع به منظور رشد و رفاه ملی است. فرهنگ افتخار آفرینی برای وطنی است که هرگز آن را مربوط به خود ندانسته است. فرهنگ پایبندی به اصول اخلاقی حتی در برابر دشمنی خویش است. فرهنگ هزاره فرهنگ جامعه پذیری و تمدن سازی است. در قسمتی از برنامه اهدای جوایز والیبال را داریم که از لالای خوب و عزیز ما حسین مهرامی تشریف آورده. لطفاً برنامه را اینجا پیش ببرید و اهدای جوایز را اجرا کنید لطفاً. تشکر. ما حسین مهرامی هستم. جشن ملی روز فرهنگ آزادی از امروز شروع نشده بودی، از 2 سال پیش شروع شده بود. ما دیروز از صبح تا شام جوانان را از 19 ایالت امریکا جمع کرده بودیم و اینا بازی کردن تا دیگر و ما به اشتراک 12 تیم از 9 ایالت اینجا آمده بودن و تا شام اینا بازی کردن و بالاخره یک تعداد تیم هایی که بسیار خوب و منسجم و بسیار پروفشنال بازی میکردن، اونا مقام های بالا رفتن و دیگه تیم ها را شکست دادن. ما حالی میخوایم که اونا را کلیش گفتیم که جایزه از اونا را امروز برشان بدیم، مدالا و کپایشان که ما از همکارای خود آقای امید نادری و وهاب بختیاری خواهش میکنم که اینجا بیاین من در قسمت توزیع و اهدای دمی کپا در حضور شما دوستان در این روز پرجوش و خروش همکاری کنند. آقای امید نادری و وهاب بختیاری با افتخار از امنا دوستان یک کف بزنید در یک کفی. اونایی که از راه نزدیک آمدن خوش آمدن، اونایی که از راه‌های دور آمدن، از ایالت‌های دورتر آمدن، از کانادا آمدن خوش آمدن. برای همگیتان دست بزنید لطفاً. با استفاده از فرصت کوتاهی که به اینجا دست داده از طرف انجمن هزاره های امریکا که این میله را برگزار کرده و بانی این میله بوده، در سالهای که حدوداً 12 سال از برگزاری از این میله میگذره، برای شما خوش آمدید میگم. انجمن هزاره های امریکا تلاش دارد تا در رابطه با فرهنگ و هنر هزاره ها در جهان کار بکنه و فعالیت بکنه و امیدوارم در کنار شما یاران هر روز بهتر از روزهای گذشته این فرهنگ را پربارتر بکنیم. من قصد ندارم این سخنرانی بکنم برخلاف که آنچه که گفتن، اما فقط چند نکته کوتاه را در اینجا جا داره که در رابطه با فرهنگ صحبت بکنم. بعضی ها انتقاد میکنن که فرهنگ فقط رقص و بازی نیست یا لباس هزارگی نیست که شما پوشیدید و فرهنگ هزاره را اینچنین معرفی کردید. البته که درست میگویم فرهنگ بالاتر از اینا است، اما
همین رقص و هنری که شما در این روزها از خود به نمایش میگذارید بخشی از همون فرهنگ است. لباسی که زنان و دختران امروز پوشیدن و مردان هم تعدادی غیر از من آدم غریب که لباس هزارگی پیدا نتونستم بخشی از فرهنگ هزاره است و همین حضور شما در اینجا در کنار هم بودن Like
کوچک و افتخار شد.
همین صدا دارم من دوستان نازنین از تراکم جمعیت خیلی زیاد شده یک لاین دو لاین اول بشینن که او دوستای دیگه و قومای دیگه که آمدن هم بیتونه میله را ببینه و لذت ببره दुश्मनों मस्ती नशे में पारा दुश्मनों मस्ती सारी कोई बलान खूब सब्जी मैदान जो न मर गई मारा खूब बाजी मैदान मागस्तुम दे बदे मुल्ला बा मुल्ला मारा तो Shukriya,
از تیم آرش و گروه همکارش تشکر میکنیم به خاطر اجراهای زنده و لایف قشنگی که داشتن. بچه های راچستر نیویورک را تشویق کنید بابت اجراهای گروهی. از همینجا نام برای مشخصا آقای احمد غلامی را تشویق کنید که یک آینده درخشان در انتظارش است و ما قطعا در روزهای آینده نام و هنرنماییشان را بیشتر خواهیم شنید. جواد مالستانی را تشویق کنید با خاطر تمام زحمت‌هایی که برای همه ما کشید. خب تا هوا جمع است، یک دمبوره دیگه از دار یکدیگر چند شاخصه‌ای را که میتونه یک فرهنگ داشته باشد و فرهنگ برده بوده داشته باشد. یک از شاخصه ها همدیگر پذیری و مدارا است. فرهنگی که میتونه
We're here to appreciate Hazara culture. Hashtag Hazara Culture Day, hashtag Me Day. Good to see you. Good to see you. دخترای مقبول قبلی خوش آمدین. سلامت باشین. خلیفه جان میشناسینه هنرمند ما چهارده پارسال که پیش برده
beri yalnızım oğlum. Bak yalnız gidiyorum, yanlış yapıyorum. Arabaya Makin kalau khasku maira mora. He gave me that too. I don't know why. You know you guys are doing the coach, right? Huh? You guys are doing the coach. Yeah.